زنی که خانشین است خوراک میپزد ولی نماز نمیخواند، خوردن خوراکی او درست است یا نه؟ جوان کو اگر این روز این حرام گیم مگر مردگاهش کدامش اوقات نکنند، ملاها را ایشانا را زناشان نماز نمیخواند. خدا خودش داناتر است. و هر حال باید این شوهرها همسراشان فهمانند، خوب اولش نصیحت کنند، زاره کنند، تحفهشان خرند، یعنی به ملایمی فهمانند که نماز خوانند، چرا که نماز این فریضه الهی است. اگر رفت و بزاره نشد و تحفه نشد سیاست کنند، تهدید کنند بزدن. وقتی که اینم قبول نکردید که اجراس نمی شود، این صورت گناهش در گردن خودش است. بنابر همین این شوهر در پیشگاه خدا برای وی مسئول نیست، می تواند پیشخواب رود، می تواند غذایی که آماده کردگی شکرد. خوب اگر با تقوا باشد این آدم که با مثلا جوان است که زنها طلبگار او بسیارند، می تواند این زنی فاسقه را صرف کرد یا زنی صالح مانند خودش زنی زیبای خوشرو گیرد. شاه عبدالعزیز دهلوی در فتاوای عزیز میگوید که اگر رفت و زن فاسقه باشد شوهر دو واجب است که سرش دهد. لیکن مولانا ابوالحی علی قاری خدا رحمت کنه اینها میگن نه واجب نیست سر دادن، زیرا که رسول اکرم نزدش یک صحابه آمد از همسرش شکایت کرد که یا رسول الله همسر من بد اخلاق است، رفتارش بی‌ادب است، پوچه‌ها میبرد به هر آدم صحبت میکند، من رشکم میگوید هر چند نصیحت میکنم گم من نمیگیرد. حضرت زن سرش ده گفت یا رسول الله هیچ طاقتی سر دادن ندارم، دوستش میدارم. خوب دوستش میداری گفت نکه زندگی کرد الله چشت پوش گشته گیر. بنابرای منم به این جوان همین سوال میگم. خب درباره ما یک گروه جوانان که ستاهای ثبت آواز شما را گوش کردیم، سوال جواب نمره 14 در آنجا سخن درباره جنوب شدن می رود. تا امروز در شعور ما جوانان وقتی که جنوب می شویم یا شیطان فریب میکرد در خواب حتما از پس غسل کردن می شدیم، چون که می گفتند کثافتی می زند، یعنی حرام جنوب باشی. بعد شنیدن سخنان شما که جنوب گشتن باکی ندارد در بین ما جوانان علنگه سر زد. یکی می گفت غسل فرض است و حتمی است، دیگر می گفت اکنون من یک هفته یک بار غسل میکنم. التماس درباره این روشنی اندازه. شما با همون جوانا گویید که غسل کردن فرض است به شرطی که نماز خوان باشد، یعنی این نماز خواند، قرآن خواند، برای وقت غسل از جنابت فرض است. لیکن وقتی که نماز نمیخواند، وقتی که قرآن نمیخواند، وقتی که مسجد نمیرود باید کافر است، برای وقت غسل فرض نیست. یا هفته یک بار میکند یا سال یک بار میکند، کاری او از کفر بالاتر دیگر گناهی نیست. وقتی که وقت نماز نمیخواند کافر است، برای وقت جنابت و غسل چی درکار است؟ آن چیزی که من گفتم برای این جوان شاید آواز من شنود وای حکم پیغمبر خدا بود، من از پیش خود نگفتم. جنابت غسل کردن فرض است. خدا هم کرده است که و این کنتم جنبا فطهروا، وقتی که شما جنوب باشید یعنی غسل کنید، یعنی این غسل برای نماز است، برای مسجد درآمدن است، برای تلاوت قرآن است. وقتی که نماز نمیخوانی غسل نکن. آب حیف نکن گفت این خلیفه. مرد برای مسلمانی که از جنابت غسل نکند، مرد برای مسلمانی که نماز نخواند، مرد برای مسلمانی که مسجد نرود. ما یک چند رفیقیم، همه ما الحمدلله نماز میخوانیم، اما در بین ما یک رفیق ما نماز نمیخواند. ما هر روز به او میگوییم نماز خوان و این میگوید که گوری من جدا، گوری شما جداست. شما به این شخص چی گفتنید؟ ایشان نامش رحیم است. جوانی که عبدالرحیم نام خوبی داشتی، پروردگار تو را هدایت کند نماز خوانی. این دوستات، این رفیقات برای تو در پیشگاه خدا مسئولند، چرا که دوست از دوست در پیشگاه خدا پرسیده می شود. اسلام دینی نصیحت است، الدین و النصیحه. رسول اکرم گفتند دین عبارت از نصیحت کردن یکدیگر است. اگر این رفیقان شما را نصیحت نکنند در پیشگاه خدا فقط جوابگرند. وقتی که نصیحت کردن و شما قبول نکردید این صورت شما را خدا عذاب میکند. برادری عزیز، گور شما جداست لیکن گوری پر عذاب است گوری تو. آره برای خاطر تو این رفیقات خدا عذاب نمیکند، اینها وظیفه برادریشان ادا کردند، اما تو را خدا عذاب میکند. اگر نماز فرضیت شده باور نداشته باشی کافر هستی، نکاح داشته باشی نکاح زنتان بریده است.
اما فرضیتش ده باور داری و نخوانی، بدان که تو مرتکب گناه کبیره هستی، خدا تو رو سخت عذاب میکنه فردا. تو طاقت عذاب خدا نداری، بنابر به هوش بیا، نماز خوان. یک نماز قضا کردن، رسول اکرم گفتن کسی نماز عصرش قضا کنه مانند خانش هم بش تلف یافتگی بارین مصیبت حساب است برای او. یک آدم هم بچه و بودکاش مرد، همسرش مرد، چگونه مصیبتی و از دین دارد، یک نماز قضا کردن مانند هوای رسول اکرم گفتن مصیبت دارد. بنابر بیدار شو، تو طاقت عذاب خدا نداری. جوان خوب، ولی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همون زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق میشه. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدین، نفهمیدین، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق که فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید زن طلاق شده است. فرق نداره. شما به زن طلاق قسم که خوردین زنتون طلاق میشود. و چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لیکن طلاق ندین. تا حد امکان 2 آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او میدراید نمازی او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسده. برای چی؟ رسول اکرم میگن من کان له کینون فلیس له دینون. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنی؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دم میهی مثل که خونی او را ترزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادری توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش بی غضب نمیشود. غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطع آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمیشوند. که همین بایزید بسطامی را من به شما یک قصه شو بگم.
از بستام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استعمال استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت نگاه هم تا پیچوند، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام، همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند. اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن، بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحم بی انصاف بی اسلام ببین چگونه دین است. دین ما و شما دینی نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. حضرت میگه پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمی شوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورت های بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورت ها تبدیل یافته است، خانه جین و شیطان شده است. صورت ها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگ ها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رحمت داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رحمت، و اگر حولی کلان در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه که ما و شما میشینیم، در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. در یکی از فتواها ما با چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک یعنی بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین، شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد، خدایا این را از بدن من دور بساز گفته، با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسد. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل و کرم خودش برآورده